تو کشور عربی که خرابکاری میکنین اینطوری میتونین جمعش کنین. عمي جاي تسوي ما تشوف الشارع ما تشوف الطريق والله اینجور موقع میریم تو لول یکی عذرخواهی کردن. حجی ها آسف ما كنت منتبه. شنو اسف ما تشوف الشارع انت شارش كبرها ايش عرضها این یعنی لول یکی جواب نداده، باید بریم سراغ لول 2. حجی ها العفو ما كنت اقصد. شنو ما كنت اقصد هذا رجلي انا اشتريته شحاطه این یعنی لول 2 هم جواب نمیده. میریم لول 3. حجی اعتذر ما كنت منتبه ما ولا كنت عندي اقصد. اعتذر انت كسرت رجلي حجي انت اصلا ما لول بالاتر از این جایی نداره، نمیخواد بریم. حجی از ما همین بوده، مع السلامه. از ما همین بوده؟ شنو هاي؟ فشر علي هذا. تعال تو خراب کردی همه چیز و خودت، توی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به شب و روز.